ایشون ظاهرا، حالا من خیلی وارد نمیشم، تلمذش و دیگر آقایان از آیه بروزردی شده. وقتی که حاشیه داشته، عنایت داشته به حاشیه آیه بروزردی، لذا بیشتر حاشیه هاش ولی میل دارد به انظار آیه بروزردی و این مطلبی شما گفته صحیحه. و من هم اخیراً چه حاشیه زدم بر وسیله، بیشتر عنایت داشتم به حاشیه های ایشون در وسیله و انصافاً هم زحمت کشیده. یعنی فقاهتش، من بالاخره اون سوالی که میکنید من بگم که فقیه بماهو و فقیه کم میشود گفت اصولی، و ایشون هم فقیه بماهو و فقیه بود و فقاهتش هم در تعلیقه ها و در نوشته ها و درسه هایی که اخیراً تقریر شده در حدود اینها، این خودش نمادش همین است که گفتم. یعنی به فرمایش شما تبخوری که ایشون داشت فقیه بود رو تحت شعار همین، یعنی فقیه بماهو و فقیه نمیتوند وقتش صرف کند به اصول، مقصودم اینه، نه اینکه بله اصول نمیداند. اصلا نمیشود فقیه بماهو و فقیه هیچ فرع اصولی عنوان کند در درس فکرش یا افکارش. قوت بالاخره میچرخد به طرف افکارش. یعنی فقیه اون وقت میشود گفت فقیه هم مجتهد است که خود بسازد، خود مقدمت چینی کند، خود نتیجه بگیرد. من تشبیه میکنم اجتهاد را به مومی که مثلا یه مجسمه درست کردن، این را با دست فشار بدن، یه جلدی بکنن، توپ بدن به طرف، بگن که این را شما مجسمه درست کنید، همون مثلا یه مرغ درست کنید، مجسمه یه، این بگن که این خودش مستقل. فقیه باید اینجور باشد. ولی این که بگیم مستقل بماهو و مستقل هیچ اثری از استاد تأثیر نباشد، این ممکن نیست، این اصلا محال ماننده. لذا قمی ها یک روشی دارن، نجفیه یک روشی دارن. این روش از کجا پیدا شده؟ چرا جدا شده؟ چرا روش خاصی به قمی ها میدن؟ علتش مرحوم آقای حائری یک فیش خاصی داشته، بعد از ایشون آقای بروزردی بوده. این اثر داره، منتها اثر یه مقدار اونقدر باشد که تأثیر کند، این میل کلی داشته باشد. یه وقت نه اثر ولی هیچ نباشد، این نمیشه به عقیده من. ولذا آیه گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی را عقیده اینه متأثر هست از افکار آیه بروزردی، نه به اون مقداری که از استقلال بیفتد. مستقل بود و این اگر یه تأثیراتی داشته با آیه بروزردی و افکاریشون علاقه داشته.